شیطان از بس به خدا عشق داشته حسودی کرده که آدم چرا نزد خود خدا را میده، چرا من این همه سال عبادتش را کردم، عاشقش بودم، مرا فروخت به یک موجود قاتل وحشتناک گندیده شکم گنده به نام آدم. یک شعر در این مورد وجود داره از ثنایی غزنوی. این دوستان گوش کنید، من نیاز به تفسیر ندارم، من میخوانم و این شعر بسیار جالب است. میگه با او دلم به مهر و مودت یگانه بود. شیطان است، شیطان داره سخن میگه. از طرف شیطان میخواست این متن براتون بیارم، این آوردم از زبان ثنایی غزنوی، شاعر دری پارسی زبان خود ما شما. سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. میگه با او عشق من یگانه بود، یعنی عشقی که من به خدا داشتم، شیطان میگه هیچ کسی به خدا نداشت. آمده بیچاره از خیانت خدا به خودش قصه کرده. خدا به شیطان خیانت کرده و از درگاه خود به خاطر محبت زیادی که به خدا داشته رانده شده. بدبخت‌ترین موجودی که واقعا ما به خاطرش این شعر که میخوانم تو مرا غصه میگیره، در حال میدونم خرافات است. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. سیمرغ عشق میگه دل من آشیانه بود، تنها من بودم، دیگه کس نبود. بر درگاه هم ز جمع فرشته سپاه بود. میگه من اینقدر بزرگ بودم که در درگاه من جمع فرشته سپاه بودن، محافظ ما بودن. عرش مجید جاه مرا آستانه بود. اون عرش جاه مرا چی میکرد؟ مکانی بود که ما باید اونجا میرفتم و میآمدم و فرشته ها در خدمت ما بودن. قدرش را ببینید، بزرگی شیطان را ببینید. آدم میان حلقه آن دام دانه بود. این مصرع بیت سوم مصرع دومش است. میگه که در راه من نهان دام مکر خیش. به خدا میگه خدا در راه من دام مکر خیش گذاشت. چرا؟ چون من زیاد دوستش داشتم، عشق من نشناخت، بر من خیانت کرد. در راه من نهان دام مکر خیش. آدم میان حلقه آن دام دانه بود. در اون دامی که برای من خدا گذاشته بود به من شیطان، آدم چی بود؟ یک دانه بود. این یک بهانه ای بود، دام دانه بود. خب میخواست تا نشانه لعنت کند مرا. خدا میخواست که مرا نشانه لعنت کنه با عنوان شیطان. من دوستش داشتم هرچند، اما میخواست که مرا نشانه لعنت کنه. مشکلش چی بود؟ من نمیدونم. کرد آنچه خواست، آدم خاکی بهانه بود. آدم خاکی را میگه بهانه کرد. میخواست مرا لعنت کنه، مستقیمم لعنت میکرد، من میرفتم. چرا آدم بهانه کرد؟ ببینید شعرش رو. بودم معلم ملکوت اندر آسمان. معلم بود، معلم تمام ملائک در آسمان میگه بودم. امید من به خلد برین جاودانه بود. میگه من فکر میکردم که من در بهشت جاودانه میمونم. بوی تصویر مرا چرا خورد شد؟ یک بار تصویر عوض کن باز. 700,000 سال به طاعت ببودم. 700,000 سال میگه من طاعت کردم. 700,000 سال من عبادت کردم. فرض کنید شما 700,000 سال و از طاعتم هزاران خزانه بود. از طاعت من میگه هزارها خزانه بود که من به این خدا سجده کرده بودم 700,000 سال به این نوجوان. در لوح خواندم که یکی لعنتی شود. میگه در لوح محفوظ، چون اونجا همه چیز نوشته شده، در لوح خوانده هم که یکی لعنتی شود. بودم گمان به هر کس، بر خود گمان نبود. میگه به همگی گمان داشتم که لعنتی اونو باشه، اما من شیطان قرار نبود لعنتی شوم. این چی بدبختی شد؟ یعنی خودش سر خود شک نداشت. آدم ز خاک بود و من از نور پاک او. میگه آدم از خاک بود، یک چیز پلیدی که در قرآن آمد.
من از نور پاک او، میگه من از نور پاک خودش بودم. گفتم یگانه من بودم و او یگانه بود. میگه من فکر کردم که یگانه من هستم و یگانه او است، یعنی که ما اینقدر با هم دیگر نزدیک بودیم. این ادعای عاشق خدا بوده شیطان. یعنی شیطان خدا را مثل معشوقه خود فکر میکرده، طبق این شعر ثنایی غزنوی. گفتند مالکان که نکردی تو سجده ای، چون کردمی که با منش این در میانه بود. میگه مرا گفتن چرا سجده نکردی؟ میگه من میکردم اگر مشکلش همین میبود. یعنی بهانه کرده که مرا از درگاه خود برانه، حسادت داشته و عشق مرا نادیده گرفته. جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن، که این بیت بحر بینش اهل زمانه بود. ای عاقلان عشق مرا ام گناه نیست، راه یافتن به جانبشان بیرضا نبود. و این فرقه شاعران همیشه میگن که عشق واقعی همون عشق است که آدم نرسه. میگه که رسید عشقش که واقعی نبوده. چرا؟ میگه عشق واقعی و خالصی که شیطان به خدا داشته بسیار سچه و پاک و خالص بوده، نرسیده که واقعی بوده، چون نرسیده و دام برش خدا جور کرده که ایر از درگاه برانه و بعدش آمده، خلاصا نخواسته امروش رفاقت کنه. این در قالب شعر است دوستان، این در قالب شعر است. سخنای من نیست. نه به شیطان باور دارم، نه به عشقش باور دارم، نه به خدا باور دارم.